سلام. امروز میخوام یک نرم افزار رو بهتون معرفی کنم که باش میتونید بیت کوین رایگان ماین کنید بدون اینکه داخل این نرم افزار باشین. شما میتونید به صورت ابری بیت کوین ماین کنید. یعنی گوش شما میرین داخل این نرم افزار، یه چیزایی رو فعال میکنین، بعد گوشتون رو میذارین کنار، دیگه خودش بیت کوین ماین میکنه. بعد از یه روز میتونین این مقداری که ماین کردین به کیف پول ولت ساتوشی یا هر کیف پول دیگه ای که دارین برداشت بزنیم. برای شروع کار ما به بیت کوین ماینینگ نیاز داریم. این نرم افزار رو میتونین از لینکی که توی دیسکریپشن ویدیو براتون قرار دادم دانلود کنید. وقتی وارد این نرم افزار میشیم، اولین صفحه‌ای که برام میاد این صفحه است که ما باید با یه اکانت گوگل ساین این کنیم، که من این اکانت خودم رو ساین این میکنم. وقتی وارد نرم افزار میشیم با این همچین صفحه رو میشیم که سه بخش مختلف داره. اولین بخشش که رایگان هم هست و ما هر 8 ساعت یک بار میتونیم برای خودمون اینو فعال کنیم. همین بخش 8 ساعته است که شما هر 8 ساعت یک بار اینو فعال میکنین و بهتون هاش رایگان میده، که با این هرچی این هاش شما بیشتر باشه، مقدار بیت کوینی که میتونین ماین کنین بیشتره. بخش بعدی این بخش 24 ساعته است که هر بدون محدودیت شما میتونید با نگاه کردن تبلیغ این هاشتون رو زیاد کنین، که من از همین استفاده میکنم که باعث شده که هاش بیشتری رو بتونم به دست بیارم. که برای استفاده از این بخش باید یک فیلتر شکن خوبی داشته باشین تا تبلیغات رو براتون بارگذاری کنه. بخش بعدی که بخشای پولیش هم هست همینایه که شما بر اساس پولی که میدین یه مقدارهایش رو بهتون میده، که من اینو توصیه نمیکنم و شما میتونید از همین دو بخش استفاده کنید. وقتی که این بخش سبز باشه یعنی فعاله و شما میتونید که بزنین و اون مقدارهاش رو دریافت کنید. من الان میزنم و این مقدارهاش به قراردادهام اضافه شد. الان من همونطوری نگاه میکنید من حدود 5 هاش دارم در ثانیه بیت کوین ماین میکنم، که این رو برای من در اینجا نمایش میده، در این بخش اینجا، که من میتونم فرمت اینو بر اساس صفرایی که دوست دارم بذارم. مثلا من میذارم روی 12.8. الان میتونید ببینید. یا مثلا میذارم روی تعداد ساتوشی که نشون میده، مثلا که من این فرمت رو گذاشتم که میتونین نگاه کنین که چند تا ساتوشی براتون ماین کرده. بخش بعدی که میمونه بخش دعوت از دوستانه، که هرچی شما دوستان بیشتری رو به این نرم افزار دعوت کنید بیت کوین بیشتری ماین خواهید کرد و 10% از درآمد اون کسایی که دعوت کردین رو به شما پرداخت میکنه. از بخش کیف پول که اینجاست، من براتون مشخص کنم اینجایه، شما میتونین برداشت بزنین. من به بخش کیف پول میام، گزینه برداشت رو میزنم و روی 3 شبکه مختلف شما میتونین این بیت کوین رو برداشت بزنین، که ما به بخشای بعدیش کار نداریم و ما میخوایم روی شبکه بیت کوین لایتینگ برداشت بزنیم. حداقل برداشتش که میتونین برداشت بزنین 20 ساتوشی است، که من الان فعلا هیچی ندارم، و ماکسیموم برداشتش هم 2500 ساتوشی است. حالا جلوتر بهتون توضیح میدم که چجوری بتونید از این کیف پول برداشت بزنید. خب همونطور که میبینید من وارد کیف پول اصلی خودم شدم، اکانت اصلی خودم شدم. از این بخش میتونم برداشت بزنم. من الان 29 ساتوشی دارم و الان میتونم برداشت بزنم. یعنی این حداقل برداشتش گفته بود 20 ساتوشی، من الان 29 ساتوشی دارم. برای برداشت باید شما برین توی کیف پول ولت ساتوشی یا هر کیف پول دیگه‌ای که دارین. من شبکه لایتینگ رو انتخاب کردم، برای همین از این کیف پول ولت ساتوشی استفاده میکنم. برای برداشت روی گزینه پر کردن میزنم. حالا این گزینه کپی رو میزنیم و بعد این لینک اینوایس کیف پول ما کپی شد. وارد نرم افزار بیت کوین ماینینگ میشیم، این لینک رو پیست میکنیم و بعد گزینه تایید رو میزنیم. بله رو میزنیم
همونطور که می‌بینید من الان 29 تا ساتوشی داشتم. الان تو تراکنشام این 29 تا از کیف پول من کم شد و به ولت آف ساتوشی من اضافه شد. 19 ساتوشی به ولت من اضافه شد. این نرم افزار برای خودش یک تقریبا 6 یا 7 بستگی به چیزی که ماین کردیم، ولی بیشتر من دریافت که میزدم مبلغ 6 تا 7 ساتوشی از اون چیزی که ماین میکردم رو برمیداشت برای خودش. من بهتون توصیه میکنم وقتی که تعداد ساتوشیاتون زیاد شد این کار رو انجام بدین، چون برای تعداد بالا هم همین 6 تا 7 تا ساتوشی رو کم میکنه، ولی برای تعداد پایین واقعا صرف نمیکنه که بیای این برداشت بزنی همش. برای همین هر مثلا شما 20 روزی 10 روزی بیا این برداشت رو بزن و به کیف پول خودت انتقال بده. حالا وقتی که ولت ها ساتوشی برداشت زدی، برای اینکه به مثلا صرافی یا یک پول دیگه انتقال بدی، گزینه ارسال رو داره که شما میای اینجا اون لینکی که از صرافی یا جاهای دیگه گرفتی رو پیست میکنی و به اون کیف پول یا صرافی انتقالش میدی.